عزیز ارجمند، اینجایی که من نشستم پای همون کپای مادرم است. اکنون از مادر تنها نشان می‌دهیم در این کوه و صحرا. در همین جو سالیان زیاد یعنی که خیمه زده نشسته بودند و در اینجا گاوبانی میکردیم و مادرم گاوجوشی میکردن. بازم یک جای دیگری که مادرم در آنجا خیلی سالهای زیاد یعنی نشسته بودن در اون تپه، همون در بلندی خرگسنگ بالایی میگویند که حتما برای شما آنجا را هم نشان میدهم و شاید این تنها برای نفران عجیب نماید که مادران خود را از دست دادند و می آیند نقش دستان مادر را در همین سنگ و در همین گیاه‌های کوهستان جستجو میکنند. انا اینجا را شخ دروازه میگویند. برای با خرگسنگ بالایی رفتن از بین همین شخ یعنی که میگذرد انسان و سپس بالا باز هم راه هست برای ادامه دادن. باز برای شما بازم از نزدیک نشان میدهیم. دوستان عزیز چون گفتم من اینجا شخ دروازه و یا سنگ دروازه میگن که در بین دو سنگ راه هست و با همین راه شاید با مادرم هزاران بار گذشتیم تا با خرگسنگ بلندی برویم و این راه ادامه داره. البته این راه رو ما سالیان زیاد که ناموده بودیم سیل ویران کرده است و راه با این سمت شده است که شاید زمان باز هم ساز میکنند و البته با همین سنگ میان همین دو سنگ کتی مردم رفت و آمد میکنند.